ورزشگاه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی ورزشگاهی که بیشتر به خرابه‌زار مانند است شروع نموده از درآمدگاه میدان که به ایستگاه خودروها تبدیل یافته تا صدها کوب خاک و سنگ میدانهایی که به ورزشگاه آورده شدند. طبق اطلاع به ما رسیده با دستور راهبری عالی کشور میدان مرکزی ناحیه از صفر از نوسازی گردیده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. ولی در روز سبت این نوارها ما مسئول را نیافتیم تا در مورد این مسئله دقیق اطلاع بگیریم. در داخل ورزشگاه چند اتاق ولنگار یاری رسان است که برخی حتی علاقه‌مندی به میدان ندارند. ورزشگاه مرکزی ناحیه نشستگاه‌های معینی ندارد و همچنین معلوم نیست که بار اخیر کی برای برگزاری رقابت‌های لیگ دوم آماده کرده شده است. در میدان مذکور تیم ارل ناحیه مشق تمرین و بازی‌های خانگی خویش را می‌گذراند و همچنین اطلاعی در مورد باشگاه و هنرنمایی آینده آن دریافت نکردیم. امیدواریم که کارهای آغاز گردیده برای از نوسازی ورزشگاه ادامه یافته ناحیه عبدالرحمن جامی صاحب یک میدان زمانوی و حداقل جوابگو به طلبات لیگ دوم و یکم می‌گردد و تیم ارل باشد فوتبال ناحیه را در جمهوری معرفی خواهد کرد. فوتبالبازان ناحیه کوشانیان در مسابقات ولایتی و جمهوری همساله به دستاوردهای نظررس دست می‌یابند، اما ناحیه میدان به طلبات‌های جوابگو برای گذراندن بازی‌های فوتبال را ندارد. ورزشگاه مرکزی ناحیه کوشانیان به جز چمن دیگر چیزی ندارد. طبق اطلاع مسئولین سال 2012 برای تعمیر و ساختمان بناهای یاری رسان 1 میلیون سومانی جدا شده بود و آن مبلغ تنها برای مستحکم نمایی قسمی از نشستگاه ورزشگاه صرف شده که آن هم به فرجام نرسیده است. همچنین مسئولین مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی اطلاع دادند که نقشه از نوسازی ورزشگاه بر راهبریت ناحیه و ولایت پیشنهاد شد و با احتمال زیاد از حساب بودجه ولایت این میدان تعمیر و ترمیم و همچنین با امکانات مهیا گردانیده می شود.